پس از حواشی‌های اخیری که بر سر دزدیده شدن دختر یکتا ناصر توسط منوچهر هادی ایجاد شده بود، منوچهر هادی هم در اینستاگرام پستی منتشر کرده بود و گفته بود که با هماهنگی‌هایی که با مادر بچه داشتم تا 4 فروردین دخترم پیش منه و بعد از اون دخترم رو تحویل مادرش میدم. اما یکتا ناصر با انتشار ویدئویی در اینستاگرام مدعی شد که منوچهر هادی دروغ میگه و هیچ هماهنگی انجام نشده. این صفحه اینستاگرام آقای هادیه و چون منو بلاک کرده من از روی صفحه موبایل دوستم که پست گذاشتن ایشون صحبت میکنم. این ماهیه صوفیاست. ایشون چون شرف همه مادرها رو قسم خوردن، متاسفم از همه مادرها که ایشون متاسفانه به شرفشون قسم خوردن عذرخواهی میکنم، چون کلمه ای حرف راست توی این پست وجود نداره، به دلیل اینکه نمیدونم به من دیشب گفتن از طرف کسانی که واقعا تو این چند روز به من توی دستگاه قضایی بودن، لطف کردن، کمک کردن، کار منو پیگیری کردن. از همشون ممنونم که زحمت کشیدن و طبق گفتشون قرار بود بچه من دیشب شبانه از شمال حرکت کنه و بیاد پیش مادرش. من تا صبح بیدار بودم چون به من گفتم بچه تا صبح زود میرسه، اما نه بچه‌ای پیش منه نه هیچ چیز دیگه ای. ایشون 5 چون قراره بره سر کار میخواد از تعطیلاتش به نحو احسن استفاده بکنه و نمیدونم من باورتون میشه که خودم بچه‌مو با رضایت و رأی دادگاه داده باشم به ایشون، بعد شبانه بگردم دنبالش نمیدونم ایشون با کیا زندگی کرده یا تصورش از آدمای سالم از نظر روحی، روانی یا جسمی چیه. به هر حال نه بچه‌ای دست منه نه هیچ چیز دیگه ای. خواستم هم تشکر کنم از کسانی که توی این مدت به من کمک کردند و با تمام قوا سعی کردن به من کمک کنن، اما ظاهرا زور ایشون خیلی از همه بیشتره که اینقدر به راحتی میتونه دروغاشو پست بذاره و به اطلاع عموم برسونه. رأی اون دادگاه مشخصه، مستنده و خود آقای قاضی و همه کسانی که توی این مدت در جریان پرونده من بودن در جریان هستند. اما ایشون با وقاحت تمام پست میذاره، از عکس من و بچم سوء استفاده میکنه و خودشو یک آدم خیلی خوب داره جلوه میده که من به خودم بچه رو دادم. بله من خودم بچه رو دادم به ایشون چون من یه آدم شریفم، مثل ایشون نیستم که فردا عصر بچه رو برگردونه. بچه من حتی یه دست لباس نداره وقتی رفته شمال. هیچ حرفی ندارم واقعا، هیچی دیگه نمیتونم بگم و امیدوارم همه مادرایی که از بچه هاشون دورن، همه پدرایی که از بچه هاشون دورن، دلشون میخواد پیش بچه هاشون باشن، بچه هاشون برسن و بر منم دعا کنن که منم بتونم به بچم. بعد از انتشار ویدئوی یکتا ناصر واکنش کاربران بسیار زیاد بود. حتی هنرمندان بسیاری هم واکنش نشون دادند و خواستند تا این درگیری پایان یابه. بعد از انتشار این ویدئو برادر منوچهر هادی هم پستی منتشر کرد و خطاب به یکتا ناصر نوشت: دیدن کلیپ تظلم خواهی شما که ماهرانه در نقش یک مادر نگران و یک بانوی مطلقه زجر کشیده عواطف مخاطب را مورد هدف قرار داده بود، هم باعث تأسف شد و هم باعث نگرانی شدید. کاش قبل از اینکه با هدف تأثیر قرار دادن عواطف مخاطب
و در شرایطی که از حالت طبیعی خارج بودید اقدام به تهیه و نشر اون کلیپ نمی کردید. کاش کمی هم انصاف به خرج می دادین و این محبت‌های بی‌دریغ برادرم رو مرور می کردین و به یاد می آوردین. با هماهنگی خود شما برادرم دخترش رو برده و گفتن کلمه دزدیده شدن توسط پدرش بسیار غیر منصفانه و دور از انتظار بود. به نظر شما حق با یکتا ناصره که مادر بچه است یا منوچهر هادی که پدر بچه؟ ممنون میشیم نظرات خودتون رو برای ما کامنت بذارید.